من داشتم به این فکر میکردم که ما چرا هیچ کاری نمی کنیم آه. در زندگیمون و چقدرش تقصیر خودمونه، چقدرش تقصیر خودمون نیست. تو اگه هر روز نری سر کار و یه کارهای مثل همین یک شغلی نداشته باشی، اون حس رو خواهی داشت، چون اکثر آدما میرن بیرون، میرن سر کار، میرن کارهای مختلف میکنن و تو فقط نشستی و مثلا کاری نمیکنی. احساست بهت میگه که تو نشستی و کاری نمیکنی. البته که ما خودمون هم یه مدتی هیچ کاری نمیکنیم دیگه، یعنی مثلا فکر کن سوشیال مدیا برای چی اکتیون خیلی، مثلا یه سریاشون دارن که یارو مثلا یه محتوایی میگیره میذاره روش، احساس مثبتی بهش تحمیل میکنه که استفاده آره، کرده، بعد یه مدتی هم جواب میده ها، بعد مثلا 7 ماه هم این حس رو نگه داره و هی روی اون سوشیال مدیا بذاره، نتیجه میده در نهایت. اینو یه دقیقه بزن میون صحبتت. کو آه. مرسی. من میزان باورم بهت واقعا جلوش داشتم ریلود میکردم. منتها نمیدونم، من دارم فکر کنم من خودم یه شغلی دارم، اونو باید روش کار کنم دیگه. اون شغل من الان خودش خواستارش که کم شده یه مقداری. من یادم قبلا یه بار دیگه هم اینطور شده بود، اون بارم همین دونالد ترامپ رأی برده بود و همه منتظر بودن برجامو به جا بده. اون خب حالا همون ما باعث شد که خیلی کار ما هم بیشتر. تقصیر چیز نمیندازیم بگاهیامونو. یکم نگران اون دارم ببینم میشم. الان خود غیر از اصلا اونو من دارم میندازم، خود تو غیر از این تقصیر برنامه خودت چی میتونه باشه؟ این تقصیر رو گردنش کاری که میتونی چی بکنی چیه؟ من صحبتم اینه. مثلا تو قبلا 5 نفر به زنگ زدن میرفتی کار میکردی، برای همین هم نرفتی مثلا رزومه پر کنی، یه جای خودتو استخدام کنی، تماس حاصل میشد و کار میکردی. الان اون شبکه بسته، تقصیر تو چیه این وسط؟ تو چیکار نکردی که دیگه زنگ نمیزنن، یا چیکار کردی که دیگه زنگ نمیزنن؟ از این نظر که ما خودمون رو آداپت نمی کنیم با چیز، تقصیرمونه دیگه. خودمون رو آداپت نمیکنیم. چرت میگم. نه من میگم یه عذاب وجدانیه که نیازی به وجودش نیست، یعنی خودمون یه سری مشکلات و فرسایشات داریم که داریم باشون دیل میکنیم. اینکه بیایم خودمون هم یه تقصیری در خودمون ببینیم اینو و بگیم که حالا آداپت نکردیم اینطور شد فلان شد، موضوعی که خود کار نیست، کار نیست. مثلا تو 20 روز الان پیج کیما یا پیج خودتو یا این یوتیوبی که الان تو ذهنته انجام بدی، کارشو انجام بدی، یوتیوب میخواد بهت $140 پول بده آخرش که 700,000 ساعت پلی بک بدی. آره. این الان کار نیست، این الان من برم حالا یه کاری هم در موردش بکنم یا هر چی. این کاری که بهش بگیم کار اینه که یه سیستم استیبلی بتونیم، مثلا یه سیستم، یه چرخه ثابتی از درآمد بتونیم استیبل کنیم دیگه، میدونی. اینو میگن کار. حالا من میگم اون این اونو کشت، من کشتم. زد تو کله تو، کشتیش زدی تو کله، چیکار کرده اون من؟ من اومدم ازش دفاع کنم صادقانه، بعد یارو خب نزدیک، توضیح نمیدم، تقصیر منه واقعا. ولی حالا من میگم برای اینکه زندگی حس شخصی آدم دیگه، حالا اینکه بیرون چه اتفاق افتاده درستش چیه یا غلطش چیه م. یه مسئله است، اینکه آدم چه حسی به خودش داره هم یه مسئله. من میگم اونو میشه با فعالیت توی شبکه اجتماعی و مانیتایز کردن مثلا برخی از چیزا، مثلا میگم همین تو خودت چند سری توی اینستاگرام خودت مثلا تبلیغ کارتو گذاشتی، اونو بیای انجام بدی. حالا باز اونجا هم یهو میبینی خبری نمیشه، یه سرخوردگی خاصی هم اون سمت داره که من الان اینجا تبلیغم دادم، کسی یعنی منو دوست نداره که تبلیغم دادم نمیاد مثلا، یا میدونی. ابوالفضل. این سنتری کدوم احمقیه؟ کدومش؟ شاید من نخوشم مردی که این ان اینو کی میندازه اینجا تو وسط؟ مارکش کردی آره. بابا منو نکش. بزن بره، بزن بره. های میکنم تو د... پات. دعوا منجر شده دیگه، داریم کم کم هم دیگه رو میکشیم. به به چقدرم اوربیتال لیزر و فلان و اینا داشتن، خب زودتر. یا ابوالفضل بابا.